من کشیدم خب ولی خیلی خوب نشد دیگه ببخشید. باور کن تو نیستی اگه دایی میشه تا جورا چاترلت که درمین چی گپای؟ نصف شب نیست که ساعت 9:30 هنوز. درمو ساعت 12 شبای. نه ما نصف شب نیست، تو نصف شب تو میکتی. دنیا رو بی دوف برود به اون رنگوریات ازت بدم میاد. من از تاجیکستان هستم. بگو زنموی منم تاجیکیه. عالی بود. تکرار کنید سرگرمی تو شده بازی با این دلی غمگین و خستم یادت نمیاد. اگه جورم برای لوکای گردن معلومه که سوزی بچگیم لبلبی بیا گذشت. سلام با همه مخلصا پاتپسچیکا اکاجانو اپاجانوی ما. اگه باور کنید چاترلیتکو را دم بیبادم کیسیم اکاجانو ایوش با وپشه دیگه خیلی بدن میریم تماشا میکنیم راحت میکنیم رفتیم. بزن باشه این همونی نبود که ما رو رد کرد. خب بزن این آهنگ واسه شما. چشماتو وا کن و ببین کی بابا اومده. بابا با یک عروسکی ای خوشگل و زیبا اومده. چشماتو وا کن و ببین کی بابا اومده. بابا با یک عروسکی خوشگل و زیبا اومده. اینا همش تقصیری ماست تو که گناهی نداری به جز به آغوش پدر. به جایی راهی نداری به جایی راهی نداری. تبارک الله احسن الخالقین. سلامت باشین. شما هم همینطور. اون خواهرت میشود. شما افغانستانی هستی؟ نه. کجا؟ من از تاجیکستان هستم. تاجیکستان هم خوبه. بله کشور همسایه. الان کشور همسایه هستی؟ یا این کشور؟ هم زبانه شما. الان ایرانی یا تاجیکستان؟ تاجیکستان. خیلی قشنگه تاجیکستان. دیدی که میام. در خیلی کجا قشنگه دیدی؟ کشورتون نه؟ تاجیکستان رو دیدی؟ نه من فیلماشو دیدم. کدام فیلماشو؟ نمیتونم بگم کدام. فقط تلویزیون دیدم. بهترین. ما هم از فرهنگ ایران خبر داریم. بهترین هستین شما. قربان شما. ما دوست داریم شما. سلامت باشید. شما زبونتون هم همیشگلیه مثل ما حرف میزنیم؟ بله ما فارسی دری حرف میزنیم. اونجا ایرانی هست؟ اونجا ایرانی هست؟ آره دیگه سوالی میخوام ببینم هست برم. اونجا ایرانو هستن. چه خیلی بگم از شما توریست. بله میاین تماشا میکنن سیاحت میکنن باز میرون. شما هم بیاین. چشم حتما. اون چیه تو دست رسم مرا میکشی؟ آره میخوای بکشم؟ باشه. من کشیدم خب ولی خیلی خوب نشد دیگه ببخشید. باور کن تو نیستی همین من جان او باور کن تخشو کشدهشه ماه بوری. من خیلی با لحجه داشت حرف نمیفهمم چی میگی.
من بلنجه شما گم خب میگم مثل ماه کشیدی خیلی قشنگ. شما مثل ماهی. شما مثل ستاره. شما مثل خورشید. حالا کهکشان. شما مثل از شما خوشتر نیست. قربون شما. ما یک دوستی تاجیکی شما. انشالله. ما دوست داریم شما. ما هم شما رو دوست داریم. ما توریست رو هم دوست داریم. خواهش میکنم قربونش. یک بار دیگر نشان بده. نه باردارا اینا. دیگه ایدم مخلصای زور شما. ماشاءالله. خدا نگهدار شما. شب خوشی داشته باشید. همچنین. بخونیدن. سلام شاد علیکم. خوبین؟ تاجیکستان؟ بله. عاشق فرهنگ و رسوم. سلامت باشین. جواب نیسته. یک سرودتون میخونم گوش کنین دمش بگیرین. بگو دنبال چه بودی اون چه بود که من نذاشتم از این حالم چه میخواستی که به زر پا نذاشتم تو منو بازی میدادی تو غرورم و شکستی تو هوس بازی کنی با عاشق نشستی دوف برود به اون رنگ و ریاد ازت بدم میاد ازت بدم میاد دوف برود به اون رنگ و ریاد ازت بدم میاد ازت بدم میاد. ایوان خیلی خوب بود. آفرین. آهنگ با شما معقول شد؟ خودت نوشته آهنگشو یا از خواننده ایه؟ نه ای از خواننده های ایران می باشد. حالا آهنگشو نشنیده بودم آخه. بله اولی ما روید میکنم کدوم آهنگه. شما چی میخورین؟ تخمه ها. این تخمه را در تاجیکستان ما سیمیچکا میگن. سیمیچکا؟ بله یگان بار شنیدگین سیمیچکا. او بله این شما تخمه میگین ما ایرا سیمیچکا میگیم. اینو میگازی چرق دانه میشه دو پورا. من داخل تلویزیون یه سری فرهنگ و رسوماتون رو دیدم. بله تاجیکستان ما خیلی کشور نغز می باشد، خیلی کشور زیبا هست. شما خیلی دختری باسواد بودین. بهترین. من هم ازتون ممنونم. خیلی دخترای قشنگ هستین. حالا در خونه هستین شما؟ بله. دیگه تخمه زده میشینی نه؟ بله. نشست. با زبان شما بگومشم میگم که تخمه زده میشینین تو خونه. تخمه میخورین نمیشینین. بله نشست. بله ما که زبان تاجیکی خودمون گپ زدم برای بسیاری ما را میگن که وقتی چاتورلتکا میدره زبان تاجیکی گپ زد. ما با همون خاطر خواستم که زبان تاجیکی ما در شما معرفی کنم. مرسی. سلامت باشین. نام های شما چی است؟ یکتا، زوها، یگانه. کانتونا بزنین که بهترین. باور کنین خیلی دخترکای خوشروین. باور کنین گپ ندارم. بهترین. ممنون. اسم شما چیه؟ نامی ما شردیل. شروین یا ل؟ شردیل. بله. یعنی چی؟ نفهمیدم. اسمت معنیش چی میشه؟ معنیش اخیر ممنون میدونم. شر این یک درنده می باشد. شما میدونی شیر میگین کو شیر؟ آره. شیر دیل. همون شیردل میشه؟ این قلب است. همون شیردل میشه. تو فارسی میشه شیردل. بله. نام من هم خیلی معنای اسم من که نمیدونی میره شما ندونین اگر. سلام علیکم. سلام. خوبی؟
دوست داری یگان سرود بخونم برات؟ آره بخون. گپ نیسته. این سرود برای تو چیسته برای شما. سر کوه بلند فریاد کردم بابا لیلی، بیمار شدم جان لیلی گرفتار شدم. روخ زیبای نگارم یاد کردم بابا لیلی، بیمار شدم جان لیلی گرفتار شدم. ای روخ زیبای نگارم یاد کردم بابا لیلی، بیمار شدم جان لیلی گرفتار شدم. بابا لیلی بیمار شدم جان لیلی گرفتار شدم، جان لیلی گرفتار شدم. خیلی قشنگی. مرسی، ممنونم. خیلی خوبه، خیلی خوشم اومد. بله، نام شما چی است؟ سارا. سارا؟ آره. خیلی اسم قشنگ مثل خودت. دیگه نسترنی و خانگی و مامان بابا برادرها همه خوبن؟ همه خوبن. ای ماشالله، ما یک دوست شما از تاجیکستان. خیلی هم عالی. اسم تو چیه؟ اسم من شردیل. شردیل. بله بله، شناس شو. یک دوست شما از تاجیکستان با نام شردیل. خیلی هم عالی. ای گپ نه، زنده باشه. نه که داینی میشه تا جورا چترلت که درومن چی گپای؟ نفهمیدم. میگم که داینی میشه تا چترلت که درومن مینی چت درومدن. فقط مینی چتشو فهمیدم. انا بعد یک چیزی دیگه که وقتی ما کم کمی خیلی گم میزنم شما نمیفهمین، انا واسه ما برای شما را کم ایرانی گم میزنم. گپم ایرانی بگم تو بفهمین. میگم که تو این نصف شب تو مینی چت در آمده برای چی؟ نصف شب نیست که، ساعت چنده؟ ساعت 9:30 هنوز. در ما ساعت 12 شب. نه ما نصف شب نیست، تو نصف شب تو مینی چتی. دنیا رو من برای شما در آمدم مینی چت که من برای شما سرود بخونم، آهنگ بخونم تا عصباتون رو آرام کنم. مرسی، خیلی هم عالی بود. ای گپ نیست، بار که خوشحال شدیم دیدیم تا. همچنین. گپ نیست. اون برت کیه؟ من میبینم دیده استودم اون برت تو. من خواهرم. سلامش بگو. بله سلام مرسی. گپ نیست. شما در خانه هستین یا که تو یگان جای دیگر؟ نه تو خونه. خانه هم بهترین. که جورا ما برای لوکای گردن معلومه که سوزی. باز نفهم. چی بگه نه؟ چیه؟ سلام علیکم. میخوایی برام چی شیریه؟ سلام. خوبی؟ نه. تو خوب نباشی من تو رو با آهنگایم خوب میسازم. میگم کجایی؟ چی میخونی؟ من از تاجیکستان هستم. بگو. باشه، این آهنگ واسه شما. گاه قهری و گاه تو آشنایی، گاه با خنده قلف دل کشایی، حواس دارم نفس گیرم کنارت، نمیشینی برم چی به وفایی، بگو از منی یا نه مجو دیگر بهانه، بگو زیر از قلبت برایم دانه دانه، بگو از منی یا نه مجو دیگر بهانه، بگو زیر از قلبت برایم دانه دانه، بگو از منی یا نه. زنموی منم تاجیکیه. عالی.
همشهری بودین. تو این برت کی هست؟ این خواهرمه. وای سلام بیادمش. نمیون. من نمیون. چران میگریزن؟ بله. ادمین؟ نه تاجیکی. من برم دیگه. باشه شما بحثو. سلام علیکم. علیکم السلام. سازن خوبه؟ سلامتیاتون خوبه؟ مرسی شما خوبین؟ بله ما خوبیم. از شما بپرسیم دوست دارین یگان سرود بخونم برای شما؟ بله 100%. گپ نیست، گوش کنین دمش بگیرین. سرگرمی تو شده بازی با این دلی غمگین و خستم، یادت نمیاد اونم قول و قرارایی که با تو بستم، با این همه زود تو ببین باز چجوری پای این همه قول و قرارت من نشستم. نشکن دلمو به خدا هم میگیره دامن تو عاقبت یه روز نگو بی خبری، نگو نمیدونه دلم پر از این نفرین سینه سوز، نگو بی خبری، نگو نمیدونی وقتی که نیستی گیره شده کار این دلی عاشق شب و روز. دیوونه نکن به خدا هم میگیره دامن تو عاقبت یه روز نگو بی خبری، نگو نمیدونی یه نفرین سینه سوز، نگو بی خبری، نگو نمیدونی وقتی که نیستی دیره شده کار این دلی عاشق شب و روز. آفرین خیلی خوب بود. سرود به شما معقول شد؟ آره. سلامت باشین. من خواستم که برای شما ایرانی ها یک سرود ایرانی بخونم تا که لذت برید از گوش کردن سروداتون. متشکرم. کمتر یا برو برام یه لحظه. من از تاجیکستان. چه خوب. شما فکر کنم شاهنامه داری. میشه یک کم بلندتر صحبت کنید؟ دیگه فکر کنم تو خونتون شاهنامه داریم. شاهنامه ای از کی باشد؟ شاهنامه فردوسی، شاهنامه دیگر کی؟ فردوسی. شاهنامه کی؟ فردوسی. بله هست. کتابش هست در دست ما. چه خوب. بله شما هم خیلی ای دختروی نغز هستین. اون عینکاتون بسیار زیبا. چیه؟ نکی بار کمی ستای که موقع هم داد. یه لحظه بخشش زیاد. یه لحظه این لاغر شده دیگه میفتد. خب میگم اون باید این قلبه سیرش خیلی کنم. چند سالته شما؟ نفهمیدم. چند سالته؟ من با چند سال میام؟ چی؟ من 17 سالمه. 17. 17. بله شما چی؟ 20. ای قشنگ بهترین. دیگه خونگی ها پدر مادر همه بابا مامان همه سازند. چی؟ نفهمیدم. میگم که بابا مامانتون برادرهایتون همه سلامتیشون خوب هستن؟ بله. سلام میرسونم خدمت. از نام ما سلام برسونید. بگین که یک برادر دوستی تاجیکی ما در اومد در مینی چت به همتون سلام گفت. باشه. کب نیسته مینت دارم از شناسایی با شما. کار نداری؟ خدا نگهبان هستم.
خدافظ. نمیگم برگرد، نمیگم اینجا خوبه بی تو، نمیگم ول کن واسه من کل زندگی تو، نمیگم قلبم نمیتپه بی تو میتپه. سلام علیکم. سلام، خیلی خوب زد. سلامت باشین. میدونین این آهنگ کی بود؟ تتلو. آره دیگه. حالتون خوبه؟ مرسی. ایرانی؟ نه، تاجیکستانی. کجا؟ تاجیکستان. آها، خوبه. تاجیکستان هم میدونین؟ آره میدونم. بدونه بهترین باور کنین. ما هم ایران هم میدونیم خیلی مردمی با فرهنگ هستن ایرانی ها، هم ما دوست داریم ایرانی ها رو. شما رو هم امیدوارم همینطوری باشه که میگی. بله. من برای شما کدام آهنگ رو بخونم که شما راحت کنی؟ هر آهنگی که مورد علاقه خودتون باشه. یک لحظه صبر کنین، من فکر کنم واسه تو دختر قشنگ من کدوم آهنگو بخونم. باشه، فقط یه لحظه. یادت نره دوست دارم، خیلی دلم تنگ برات، دارو ندارم و بگیر مال خودت مال چه شد، خورشیدو بردار و بیا آفتابی شو به خاطرم، قرارمون یادت نره، دیر نکنی منتظرم، قرارمون یادت نره، دیر نکنی منتظرم، یادت نره دوست دارم، ای خیلی دلم تنگ برام، دارو ندارم و بگی مال خودت مال چی شد. خیلی عالی بود مثل همیشه. فکر کردم که آهنگ با شما خیلی پسند اومد. خیلی ممنون، شما لطف دارید. بروی چشام. شما رو چند سالتونه؟ من 17ام. خب جورا کما 50 سالی ما بوده. شما 17ای؟ بله. خورد میتوام یا بزرگ؟ چی؟ خورد میتوام یا کلان؟ یه لحظه من میفهمونم، میدونم که نفهمیدی، میدونم که نفهمیدی. من با ایرانی شما رو میفهمونم. از بیس من فکر کنم میگم که من کوچیک میتوام یا که بزرگ؟ بزرگ. هی جورا پی مونکدی